سلام. توی این برنامه آفساید میخوایم یک اتفاقی رو بررسی کنیم که خیلی خیلی دور از ایران اتفاق افتاده، تقریبا اون ور کره زمین پشت ایران، یعنی توی واشنگتن. ظاهرا اونجا یه قانونی رو تصویب کردن که از نظر بعضیا خیلی جدید نیست، ولی بعضیا هم نظر دیگه‌ای دارن. آیا قانون جدید تحریم جدیدی است، ما با وضعیت جدیدی مواجه شدیم یا نه؟ فقط من این در واقع پیوست رو هم به سوالم الصاق میکنم که پل رایان گفته که اتفاقی که اخیراً رقم خورده یکی از گسترده ترین تحریم های تاریخ آمریکاست علیه یک کشور. این حرف رو باید جدی بگیریم یا نه؟ نه اصلا. حالا یه چیزی گفته، تبلیغات رسانه‌ای، مصرف داخلی، از این چیزا میگن. حالا یه کسی بیاید چیزی بگوید، این که ملاک نیست جانم. صحبت رو باید از منبع معتبرش شنید. یعنی کنگره در این قانون جدید نتونسته بیاد مثلا تحریم های نفتی رو برگردونه. اومدن چیکار کردن؟ به بهانه حقوق بشر و تروریسم و موشکی و نمیدونم تسلیحات و هر بهانه دیگر غیر هسته‌ای که پیدا کردن، اومدن تلاش کردن که یک مجموعه درست بکنن و اشخاص بیشتری رو وارد لیست تحریم بکنن. دیدید؟ به خاطر چند تا بهانه پیش پا افتاده مثل حقوق بشر و تروریسم و موشکی و تسلیحات که تو هر بقالی پیدا میشه، اومدن تلاش کردن یه مجموعه تحریم درست بکنن. فقط این چه نسبت فامیلی با اون تحریم قبلی ها داشت؟ تحریم جدیدی که اخیراً در سنای آمریکا علیه ایران به تصویب رسید، یکی از تحریم‌های مادر به شمار می‌رود. آها، پس مادرشونه. گفتم خیلی هم شبیه هم هستن. خیلی توی شکل شبیه همون تحریم‌های قبلی هستن. فقط نفهمیدم بالاخره این تحریم جدیده یا نه؟ از جهت اینکه در ادامه دشمنی‌های آمریکا هست، در حقیقت چیز جدیدی نیست. قانون جدیدی هست، حرفای جدیدی زده، ولی موضوع جدیدی اتفاق نیفته. ادامه دشمنی‌های آمریکا هست. قضیه چیه؟ دشمنی آمریکا جدید نیست، اما قانون جدیده. چیز جدیدی اتفاق نیفتاده ولی حرف جدیده. واقعا با این شفاف سازیش هر مخاطبی رو قانع میکنه. یعنی میگه همون تحریم‌ها یکی از قبل بوده دیگه. اینا بیان بگن که آقا این تحریم‌ها از قبلم بوده، تحریم‌ها چیزی اضافه نشده. کجای تحریم از قبل بوده؟ یعنی اینا اومدن سپاه رو تحریم کردن. سپاه محور اقتدار نظام ما هست. مگه کمه؟ سپاه رو تحریم کردن. مگه میتونن؟ به همین سادگی؟ بابا سپاه ها شوخی نیست که. مگه قرار نبود قبل از تحریم همه پایگاهاشون رو آمریکایی‌ها جمع کنن؟ جعفری گفته بود دیگه، آمریکا قبل از ادامه تحریم سپاه باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کنن. چی شد؟ جمع کردن؟ جابجا نشدن؟ حتی 1 متر؟ آقا مثل اینکه خیلی عجله‌ای شد دیگه. حالا این قانون جدید مشکلش چیه دقیقاً؟ 2 تا مشکل اصلی این متن قانون جدید داره. مشکل اول این هستش که نیروهای نظامی کشور رو میذاره وسط و همه جای دولت رو، خارج از دولت رو میتونه متصل بکنه به نیروهای نظامی. نیروهای نظامی رو هم ذیل گروه‌های تروریستی میذاره و در نهایت همه جا قابلیت تحریم پیدا میکنه. چون در تحریم‌های قبل از برجام سوال این بود که کجاها تحریم میشه، فلان شرکت فلان محیط تحریم میشه. الان سوال این هستش کجا تحریم نمیشه در نهایت. آها، پس سوال اینه که کجا تحریم نمیشه. مثلا اون داستان موشکی، اون چی میشه؟ این قانون شامل همه نوع موشک میشه یا فقط اونایی که کلاهک هسته‌ای میتونستن ببرن؟ اینم بگو. بر اساس این قانون تحریم موشکی برخلاف قطعنامه 2231 که در واقع اگر خاطرتون باشه معمولا تیم مذاکره کننده گفتن که دستاورد ما تو حوزه موشکی اینه که این عبارت رو اضافه کردیم که design to be capable for delivering nuclear weapon، یعنی طراحی شده باشه برای حمل کلاهک هسته‌ای. این design to be capable رو میگن ما اضافه کردیم، درسته؟
حالا توی این قانون این دیزاین تو بی کیپبل رو برداشتن. همه نوع بالستیکی مشمول هر نوع موشک بالستیکی که شما داشته باشید تحریم هستش. دوم این که بله تو کدوم قانون؟ قانون پریروز میفرمایید 722. آها دیگه مثل اینکه خیلی غافلگیرانه شد. خود کارشناس نظام هم سورپرایز شده. فقط سوالی که میمونه اینه که این الان نقض برجام هست یا نیست؟ از جناب عالی نقل شد که گفتید همچنان با نقض فاحش برجام فاصله داریم. نقض فاحش چیه؟ نقض غیر فاحش چیه؟ آقای دکتر این توضیح می‌فرمایید؟ برجام دو جور نقض رو شناسایی کرده. میتونیم اسمش رو بذاریم یک نقض داریم، یک نقض فاحش. ولی تصمیم گیری در مورد اینکه آیا نقض صورت گرفته یا نه با هیئت نظارت هست، آیا این نقض فاحشه یا نه با هیئت نظارت هست. اینجا جلوی دوربین ازش در نمیاد بگه که نقض فاحش بوده یا نه. بریم سراغ بزرگترش، یعنی شیخ حسن که چند وقت پیش توی مجلس اینجوری گلو پاره کرد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. صریحاً اعلام میکنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. پس تا قبل از اینکه تصویب بشه میگفتن که نقض فاحشه، حالا که تصویب شده میگن نقض فاحش برجام بوده، ولی هنوز نقض فاحش فجی که نبوده. بعد اگر به نقض فاحش فجی برجام هم رسیدن باز میگن نقض فاحش فجی افتضاح که نبوده. پس از برجام بیرون نمیکشیم. از برجام که بیرون نکشی بوفالوی نظام داغ میکنه. یه جریان مقدس خیالاتی برای خودمون درست کردیم به نام برجام. خب تمام اهمیت برجام به این بود که ما را از یک فشار جهانی برهاند، نه اینکه فشار چند برابر بشه بازم بگیم ما تو برجام میمونیم. خب تو برجام اگه جاتون خوب نیست بلند شید تکونی بخورید، یه هوایی بخورید، پاشید برید شمال، الان اونجا هوا هم خوبه. والا بزن زیر میز برجام، چی میشه مگه؟ اگر ما خودمون بزنیم زیر برجام تحریم ها بیشتر میشه. اگر آمریکا در واقع برجام رو رینگوشیت بکنه یا افزایش بده، هم محدودیت رو افزایش میده، هم میتونه تحریم رو افزایش بده. تو هر دو مسیر اون چیزی که نتیجه میشه فشار بیشتر بر ما و تحریم بیشتر هستش. خب این که میشه مسیر دو سرباخت. راستی نظر خود علی خامنه چیه در مورد تحریم؟ چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر میداره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک این که مال 3 سال پیشه، جدید نداری؟ جان؟ چیزی نگفته هنوز؟ میگن مثل این که تا لحظه ضبط این برنامه هنوز علی خامنه نظرش رو در مورد تحریم‌های جدید نداده. ما نمیدونیم که موضعش از بدرک بعد از 3 سال اصلا تغییر کرده یا نه، ولی اون چیزی که امروز میدونیم اینه که اون زمانی که میگفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست اصلا هدف صلح‌آمیز نداشته، طوری که یارو هنوز در حسرت سلاح هسته‌ایه. اوباما اومد تو کنفرانس مطبوعاتی اینو گفتش که با خالی کردن، تهی کردن زرادخانه قدرت ایران از توانمندی اتمی بهتر و مؤثرتر میتونیم با سیاست‌های منطقه‌ای اون برخورد بکنیم. یعنی که تا حالا ایران توانمندی راهبردی داشته، نه اینکه سلاح داشته ها. شما ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا رو بخونید، میگه اگر ایران تصمیم بگیرد از این ظرفیت و توانمندی برخورداره که بتونه ایونچوالی نهایتاً، نه امروز، نهایتاً به ظرفیت ساخت سلاح اتمی برسه. یعنی ایران اون موقع نداشت اما مسیر براش باز بود. آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ اومدن مسیر رو بستن. یعنی اگر شما تصمیم هم بگیرید نمیتونید این کار رو بکنید. مثلا شما 2 نفر با هم درگیری دارن، تنش وایسادن جلو هم، یکی میگه اگر به من ضربه‌ای بزنی، مثلا مشت به من بزنی، من تو جیبم یه اسلحه هست، یه چاقو هست، یک سلاحی هست که برتر از این درگیری فعلیمون هست. طرف مقابل میترسه که نسبت به شما اقدام بکنه. حالا اومده با توافق جیب شما رو خالی کرده، یعنی اون توانمندی رو از شما گرفته. خب برجام که مال دوران اوباما بود که اون توانمندی رو گرفت. حالا که دولت جدید اومده اینا دنبال چی هستن؟ افرادی هستن که اینها توسط دولت ترامپ و شخص ترامپ اومدن سر کار. آیه متیس، آیه تلرسون، آیه HR مکمستر، اینها هم به شدت ضد ایرانی هستن.
دنبال فشار بیشتر بر ایران هستن، دنبال گرفتن برجام 2 و 3 هستن، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. برنامه آمریکایی‌ها تا حدودی مشخص شد. حالا استراتژی جمهوری اسلامی در برابر این برنامه چیه؟ مشتا گره کرده، محکم، با تمام وجود، آنچنان این شعار مرگ بر آمریکا رو با همت و قدرت شما میگیم که انشالله شاهد باشیم به زودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا انشالله نیست و نابود بشه. 3 بار دستا بیاریم بالا، مشتا گره کرده، محکم، 3 بار کوبنده، مرگ بر آمریکا. بله، مقتدرانه ترین اقدامی که نظام میتونست بکنه همین شعار دادن بود که ظاهرا برای همین هم کسی براشون باقی نمونده. و گاهی از اوقات شما میبینید بعضی ریزش‌های دینی که در جامعه به وجود میاد، آدم‌های خیلی خوش سابقه، اینها افراد خوش سابقه ای هستند و یه روزی به عنوان یک مؤمن برتر در جامعه اینها نمونه باید داشتن. در هر صنفی، در هر قشری آدمای اینجوری اینا یه مرتبه ریزش میکنن. این که میگه تو هر صنفی از این ریزش‌ها پیدا میشه خیلی درست میگه. یه نمونهش همین بسیجی دهنگشاد معلوم الحاله که یه زمانی قبل از برجام از این حرفا میزد. مردمی که مخالف شما هستند. مخالف ما منظورتون چی؟ مخالف ایدئولوژی شما هستند. با اون چی کار میکنند؟ 3 راه داره. 3 تا راه. یا خفه بشن، یا گمشن از کشور برن بیرون، یا برن زندان. اما حالا برجام و تشدید تحریم ها به این روزش انداخته. اگر بخوایم این حکم رو بدیم، حکم باید ابد باشه. اعدام خوب نیست، اعدام بدتر میکنه. شما یعنی اومدی آخرین حد رو انجام دادی. اعدام اشتباه است. هر چی محدود کنیم بدتر میشه. هر چی رو ما گفتیم آقا ماهواره، حالا اومدیم محدود کردیم، اومدیم پارازیت گذاشتیم، هر کاری که بگیم کردیم. بدتر مردم به گرایش به اون و گفتن چه خبره. آقا خیلی کشدار شد. بالاخره ته داستان با این نقص‌های برجام چیکار می‌خواید بکنید؟ برجامو آتیش میزنی یا ادامه میدین؟ ولی عرض کردم ما کاملا هوشمندانه تصمیم میگیریم. ما در زمین دشمن بازی نمی‌کنیم. ما خودزنی نخواهیم کرد. شفافتر از این نمیشد گفت که آخوندها در تله برجام گرفتار شدند و هر تلاشی هم که برای خروج از این مسیر بکنند به معنای خودزنی. روز خوش و خدا نگهدار.